لاک‌پشت. لاک‌پشت‌ها موجودات خیلی انعطاف‌پذیری هستند. بعضی گونه‌ها در زمستون وقتی توی آب سرد بی حرکت میمونن نمیتونن مثل همیشه با ریه نفس بکشن. به جاش از طریق اندام‌هایی در نزدیکی مقعدشون اکسیژن جذب میکنن. این روش تنفس باعث میشه بتونن ماه‌ها بدون نیاز به بالا اومدن برای نفس کشیدن زنده بمونن. آکتاپوس. آکتاپوس‌ها واقعاً شگفت‌انگیزن. 3 قلب دارن. 2 تا قلب برای پمپاژ خون به آبششا کار میکنه و قلب سوم وظیفه داره خون رو به بقیه بدن برسونه. جالبتر این که خونشون آبی رنگه چون بر اساس مس ساخته شده، نه آهن مثل ما. نکته عجیب دیگه این که وقتی آکتاپوس شنا میکنه قلب اصلیش موقتاً از کار میفته. ستاره دریایی. ستاره‌های دریایی مغز و خون ندارن، به جاش یه سیستم آبی عصبی دارن که با فشار دادن آب داخل بدنشون حرکت و حتی شکار رو کنترل میکنه. اگه یکی از بازوهاشون قطع بشه، میتونن دوباره رشدش بدن و حتی بعضی وقتا از یک بازو کل بدن جدید ساخته میشه. کوسه. کوسه ها هیچ استخونی توی بدنشون ندارن. کل اسکلتشون از غضروف ساخته شده. همون ماده‌ای که نوک بینی یا گوش ما رو ساخته. همین باعث میشه سبکتر و انعطاف پذیرتر باشن و خیلی سریع توی آب حرکت کنن. اسب آبی. اسب‌های آبی عرقی دارن که رنگش صورتی مایل به قرمزه. این عرق در واقع نقش یه ضد آفتاب طبیعی رو بازی میکنه و پوستشون رو در برابر آفتاب و حتی میکروب‌ها محافظت میکنه. یه جور کرم ضد آفتاب طبیعی و اختصاصی. مورچه. مورچه ها نسبت به اندازه بدنشون فوق‌العاده قوی هستن. میتونن چیزی حدود 50 برابر وزن خودشون رو بلند کنن. برای مقایسه یعنی اگه ما هم قدرت مورچه رو داشتیم، هر کدوممون میتونستیم یه ماشین رو راحت بلند کنیم. زرافه. زرافه ها با اون گردن بلندشون خیلی خاصن. ولی نکته جالب اینه که اونها هم مثل ما فقط 7 مهره گردنی دارن. تفاوتش فقط توی اندازه است. هر مهره گردن زرافه تقریباً به اندازه یک کتاب قطوره. خفاش. خفاش‌ها تنها پستاندارانی هستند که پرواز واقعی دارن. بالهاشون در واقع دست‌های تغییر یافته است. این ساختار باعث میشه پروازشون دقیق‌تر و کنترل شده تر از پرنده‌ها باشه. پنگوئن امپراتور. پنگوئن‌های امپراتور قهرمانان غواصی هستند. اونها میتونن تا 20 دقیقه نفسشون رو نگه دارن و تا عمق 500 متری هم پایین برن. برای یه پرنده واقعاً شگفت‌انگیزه. حلزون. بعضی گونه‌های حلزون میتونن سالها به خواب زمستونی برن، حتی تا 3 سال. توی این مدت هیچ غذایی نمیخورن و فقط انرژی رو ذخیره میکنن تا دوباره وقتی شرایط خوب شد بیدار بشن. فیل. فیل‌ها تنها حیوانات 4 پایی هستند که نمیتونن بپرن. حتی وقتی خیلی خوشحال یا هیجان زده میشن، نهایتاً با همه پاهاشون همزمان کمی از زمین جدا میشن، ولی پرش واقعی براشون ممکن نیست. شترمرغ. چشم شترمرغ از مغزش بزرگتره. شاید عجیب به نظر بیاد، اما واقعاً همینطوره. برای همین هم دید خیلی قوی دارن و میتونن از فاصله های دور خطر رو تشخیص بدن.